ای بابا مراقب خیلی داره بهم نگاه میکنه. اصلا استرس گرفتم، نمیدونم تمرکز ندارم. بابا مگه خودت خوار مادر نداری؟ یا ابوالفضل اینا دیگه چیه؟ آقا جنگ با آمریکا رو ول کنید، یکی جلو آموزش پرورش رو بگیره. بچه ها لطفا سوالا رو با دقت بخونید. پزشکیان دیدی چی گفته؟ گفته من و 8 ماه پیش اصلا آدم حساب. آقا میشه اینقدر حرف نزنی؟ اگه خونده بودی الان سوالا رو جواب میدادی. آخه مادر هیچی نگو، بذار امتحانو بدیم با خیال راحت تموم کنیم، بعد میزنیم خار مادرش. آقا اینجا چی نوشته؟ نمیدونم. نه نمیخوام جوابو بگین، چاپش بده نمیتونم بخونم. نمیدونم. آقا میشه اینقدر به برگه من نگاه نکنی؟ ریدی تو تمرکزم. اینقدر با دقت داری نگاه میکنی، مگه دارم واسه مادرت نامه مینویسم؟